امروز دویزدهمی مارد بردارو در поселка Сиденийский Лоқи اسب ذاتی تاجیکی در ظرف 55 سال از دورگی‌های اسب‌های انگلیسی، عربی و وطنی موجود آورده شده. سرشماری همه ساله زیاد می‌شود. همچنین در حدود ولایت اساسیاسیون اسب‌پروری تشکیل گردیده. دوستداران طبیعت پرورش اسب‌های ذاتی تاجیکی، انگلیسی و اخلاقی‌گیری را براه مانده برابر مسابقه‌های ولایتی در مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی Фриза зебдас. فعالانه نموده آبروی پاکستانی عزیزمان را در عرصه بین‌المللی چهارتا ماشین برداشته ایستادند. باعث تاکید است که مسابقه پایگاه و بزکشی چهارتا ماشین الکترومبیل است همچنین اما دیرینه نوروزی هم چهارتا ماشین می‌کنه در بین خاصتا جوانان مساعدت کرده. از جانب دیگر برای باز هم قوی‌تر نمودن مناسبت دوستانه بین خلق‌ها ماندگی майдашидаде ягъзи чорта мошина در چهاربینی امروزه شواندازان و پهلوانان مهارتی کامل نشان دادند. برای شوق‌آور و خاطران برگزار گردیدن چهاربینی‌های نوروزی سهم می‌گذارم. در آخر با کل اشتراکداران مسابقه امروزه برای موفقیت تماما نموده باوری دارم که تجلیل باشکوه نوروزی فرخنده‌پای در مرحله صفتاً نوی حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهت آمادگی‌ها و جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و بلند شدن نفوذ و اعتبار کشور عزیزمان مساعدت می‌نماید. با چنین آرزوی و نیت‌های نیک بار دیگر برآرسی نوروز جهانی را و تمام مردم شریف ولایت سوخت و مهمانان عزیز و گرامی صمیمانه تهنیت گفته و خاندان هر یک ساکن کشور لایک میزنیم برادر ویدیو پدیسیم دسترخوانی پر از ناز و نعمت و با مردم تاجیکستان نصرت و پیروزی تمنا می‌نمایم. سعادتمند و کامیاب باشید دوستداران ورزش پایگاه. تشکر زیاد محترم رئیس. نمان عزتمند واقعاً امروز ما و شما در یکی از روزهای تاریخی قرار داریم. امروز در این میدان پهلوانان، در این میدانی که سالیان زیاد هنرنمایی شواندازانی با استعداد، پهلوانان نامی و مخلصان و هواداران و دلباختگان بازی‌های ملی ورزشی پایگاه و بزکشی روح الهام تازه می‌بخشد. امروز نیز همه ما و شما را محبت، دلباختگی و عشق و دوستداری به این نمود ورزش جمع آورده است. مهمانان عزتمند بار دیگر تشریف همه شما را با چهاربینی امروزه و تنتنه امروزه خیرمقدم می‌گوییم و امروز در دایره چهاربینی‌های نوروزی همه ما و شما از دیدن این مسابقه زیبا که امروز در سطح بین‌المللی در رشته بازی‌های ملی ورزشی پایگاه و بزکشی برگزار می‌شود، البته به همه ما و شما روح و الهامی تازه خواهد بخشید. پس از چند لحظه کوتاه به میدان چون حکم عنعنه چابک سواران پرچمبردار وارد می‌شوند و همه تماشابینان و همه مخلصان و هواداران دلباختگان تبریک خوش و باریده را تمنا می‌کنیم. تاجیکستان با بزرگیش دل خرد من است. تاجیکستان با بلندیش سری بالای من. ته لایک میزنیم برادر ویدیو پدیسیم آینده خویش را نداند آدمی. من بدانم تاجیکستان قسمت و فردای من. تاجیکستان آب و خاکم، آب و خاکی پاک دوست. تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می‌نهم در زیر پایم خاک توست. گردی پاکت را تبرک می‌نهم بالای چشم. مرحبا چابک سوارانی پرچمبردار را این لحظه با صمیمیتی افزون
با میدان دعوت میکنیم. شکری پیشی حضرتی پروردگار با دلی سرشار زیش و آرزو داده است Apesauka. Бародар ҷони ман як лайк мезанем, видео подписываться мекунем, канал одам бисёр шава бародаро. Улоғ посёлка Сирдарийский бародаро. گذشته ایستادند. Baba bir beşinme. Лайк мезанем бародаро. شکری تختی پایدار پیشوا داریم داریم افتخار به منو از زحمتی پیوستش گلگل افشان است میهن چون بهار همراهش از گلشنان است پیما Лайк мезанем бародар ҷони ман. اهل هر کس انتظار تا وطن را و وطن ما را بود با تو خیلش جاویدانه دوستدار صبح نابد نیز پیروز خندریست تاجیکستان ملک مردانی بهار با چنین یک پیشوایت هیچگاه خور در دنیا نگردی ای دیار Улоғ бародаро.
تولید گردیدند. دوستان عزیز، پس از چند لحظه کوتاه مسابقه ملی ورزشی پایگاه آغاز می‌گردد. از همه اشتراکیانی پایگاه روان خواهش می‌کنیم چابک سواران و اسب‌های پایگاهی را و دور یکم مسابقات آماده سازند. و میدان بازی‌های اسبی شهر گلستان خیرآمد میگوییم. پس از چند لحظه کوتاه دور یکمی مسابقه پایگاه روان آغاز می‌گردد. دور یکمی پایگاه روان بین اسب‌های ذاتی انگلیسی سینه‌شان 2 ساله در مسافه 1000 متر برگزار می‌گردد. ما از اشتراکیان پایگاه روان خواهش میکنیم به دور یکم آمادگی بدید. دوستان عزیز، این لحظه
در مسابقه پایگاه روان از پای زوتی انگلیسی سی نشانده ساله از پای جمهوری ازبکستان و البته میزبانی مسابقه جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنید. از با نام مغربا با رنگ تیروک سواره اسب فردوس سلاموف مربی و صاحب اسب عثمان خان علیев اسب جمهوری تاجیکستان اسب با نام ویبراسیا با رنگ تیروک سواره اسب و مربی اسب وینا ایتالمازوف از شرکت ازبگین جمهوری ازبکستان اسب با نام فارتونا با رنگ تیروک سواره اسب یار محمد آچیلوف مربی و صاحب اسب عثمان خان علیев جمهوری تاجیکستان اسب با نام توماریز با رنگ تیروک سواره و مربی اسب محیدین سپویارov از شرکت آل لیور جمهوری ازبکستان اسب با نام مبارز با رنگ تیروک سواره اسب شریف جان شریفوف مربی امینوف عزیز صاحب اسب حسن جان علیев اسب جمهوری تاجیکستان و اسب با نام اکسل با رنگ تیروک سواره اسب و مربی اسب مقصد اشیروف از شرکت اسب پروری ازبگین جمهوری ازبکستان در میدان سبقت دوستانه برای معین نمودن غالب دور یکم بین هم سبقت میکنند. تماشاگران عزیز، البته امروز در میدان پایگاه روان چابک سواران صاحب تجربه اسب سواران با استعداد اسب‌های نامی در رشته پایگاه روان بین هم سبقت میکنند و باور کامل داریم که امروز از تماشای هنری بالای چابک سواران نامی مخلصان و هواداران به خود روح و الهامی تازه خواهند داشت. Savaşı dost bura. تماشاگران عزیز، مکافات‌ها برای غالبان دور یکمی مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های ذات انگلیسی سی نشانده ساله در مسافه 1000 متر چنین است: غالب دور یکم با مبلغ 8000 سامانی، غالب جای دوم با مبلغ 6000 سامانی و غالب جای سوم با مبلغ 4000 سامانی مکافات آوریده شد. و طوری که قید کردیم امروز در سرشوی مسابقه پایگاه روان انا در میدان اسب‌های جمهوری تاجیکستان و ازبکستان اسب‌های با نام مغربا، ویبراسیا، فارتونا، توماریز، مبارز، اکسل در میدان سبقت دوستانه پایگاه روان در مسافه 1000 متر برای معین نمودن غالب این دور بین هم سبقت دارد. چابک سواران نامی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان فردوس سلاموف وینا ایتالمازوف یار محمد آچیلوف محیدین سپویارov شریف جان شریفوف و مقصد اشیروف ایلازار برای معین نمودن چابک سواران بهترین در رشته پایگاه روان بین اسب‌های ذات انگلیسی سی نشانده ساله در مسافه 1000 متر در سبقت میدان دوستانه و پیش رفته ایستادند. انا دوستان عزیز، طوری که می‌بینیم برای معین نمودن غالبان سبقت ادامه دارد. اینک در میدان چابک سواران اسب‌های پایگاهی نامی از جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان پیش رفته ایستادند. Tojikiston bilan O'zbek
Hamana cho'kdi vagan to'ring ikki orqacha qoldi. Ikki bilan oldi bor. Ikki. To'rt bor, mana to'rt bor. To'rt bilan olti bor. Oltini raqam ikki. Yo'q, ketdi. Tomoshabinlar aziz pas az chand lahza voleyboli davri yakum dar ishlayi poygai ravon bayni asbo'i zoti anglisi sinna shaddu sola dar masofai 1000 metr muayyan karda bashavad. دوستان عزیز البته این لحظه برای آغاز نمودنی دور دویمی پایگاه روان چابک سواران آمادگی دادند و دور دویمی پایگاه روان بین اسب‌های ذات خوش‌ذات تاجیکی در مسافه 1400 متر برگزار می‌گردد. در دور دویم اسب‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شهر دوشنبه چابک سواران نامی از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شهر دوشنبه به میدان سفتم خواهد آمد. دوستان عزیز با توجه شما غالب دور یکمی مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های ذات انگلیسی سن 16 ساله در مسافه 1000 متر اعلام می‌کنیم. جای یکم در مدت 1 دقیقه و 7 ثانیه اسب با نام توماریف با رنگ تورو سواره اسب و مربی اسب محیدین سویانov صاحب اسب شرکت اسپروری آنلیور جمهوری ازبکستان غالب آمد. جای دویم را اسب با نام آکسل با رنگ تورو سواره و مربی اسب مقصد اشیروف صاحب اسب شرکت اسپروری ازبکستان جمهوری ازبکستان در مدت 1 دقیقه و 12 ثانیه به دست آورد. جای سیوم در مدت 1 دقیقه و 15 ثانیه اسب با نام مبارز با رنگ تورو سواره اسب شریف جان شریفوف مربی عزیز امینوف صاحب اسب از انجام علیف اسب جمهوری تاجیکستان جای سیوم را اشغال نمود. اشتراکچیان دور دویمی پایگاه روان بین اسب‌های خوش‌ذات تاجیکی در مسافه 1400 متر آماده باشید. به میدان اسب‌های ناحیه اش مکتب چوگان شهر خوجند ناحیه باباجان غفورov شهر اصفهان شهر استرافشان شهر پنجکین ناحیه دمشقی وارد می‌شوند. تماشاگران عزیز دوری که تایید کردیم دور دویمی مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های ذات خوش‌ذات تاجیکی در مسافه 1400 متر برگزار می‌گردد. اسب‌های نامی از شهر دوشنبه ناحیه اش مکتب چوگان شهر خوجند ناحیه باباجان غفورov شهر اصفهان شهر استرافشان
ناحیه دیوشتیچ و شهر پنجکین و میدان سختر دیده روید. از پای پایگاهی در این نمود از بانام دولت، از بانام رایلی، از بانام گفتر، پریا، سربلان، واجوتون، چینگیز، سوتبا، یالتا، فرنگ، چخماق، لاچین، پیرامیدا و پرواز به میدان سبقت دوستانه می نماید. سوارها چوبک سوارانی با مهارت در این دور در مسافه 1400 متر سوارای اسب دولت رحیم جان خوشپولاتov سوارای اسب با نام رایلی عثمانov شکرالله خوجا سوارای اسب با نام گتکار منوچهر شرافالدینov سوارای اسب با نام پریا ابوبکر رطابیکov سوارای اسب با نام سربلند چوبک سوار ارکین سوارای اسب با نام واجوتون چوبک سوار زورشاه عزیزov سوارای اسب با نام چینگیز چوبک سوار یتیمov علیشیر سوارای اسب با نام سوتبا محمد جان خدایبردیев سوارای اسب با نام یالتا باتایف سوارای اسب با نام فرنگ میرزایف ارکین سوارای اسب با نام چخماق محمود قادیرov سوارای اسب با نام پیرامیدا تاج‌الدین محمد یوسفی تاج‌الدین سوارای اسب با نام پرواز نادر خوجا اشماتov و میدان مسابقات وارد شهر شد. گلیسان وارد پلیگان‌da. اشتراکچیان دور دوم مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های خوشزاد تاجیکی در مسافه 1400 متر آماده باشید آغاز کنید. از متصدیان مسابقه پایگاه خواهش میکنیم اون نفرانی که در هر یک دور غالب می آید یک لحظه به نزد بلندگویان بیاید تو به نوار بگیریم. خوجام برا اشتراکچیان مسابقه پایگاه روانبین اسب‌های خوشزاد تاجیکی در مسافه 1400 متر تیار شوید و میدان سبقت درآیید. در میدان اسب با نام دولت صاحب اسب صابیجان مقصودov ناحیه اشک اسب با نام رایلی صاحب اسب رستم قاسمov مکتب چوگان شهر خوجا اسب با نام گتکار اسب خواجگی میر خاوری شهر دوشنبه اسب با نام پریا صاحب اسب عبدالعزیز عبدالصمدov مکتب چوگان شهر خوجا اسب با نام سربلند صاحب اسب عبدالصمد میرخالقov ناحیه باباجان غفورov اسب با نام واجوتون
صاحبی از زورشو عزیزов شهر دوشنبه از خانم چینگیز صاحبی از علیشیر یتیمov ناحیه باباجان غفورov از خانم سوتبا صاحبی از اکوبرجان سنگینov شهر اصفهان از خانم یالتا صاحبی از اوتایف شهر استراشان از خانم فرد صاحبی از عبدالحکیم مکتب چاگان شهر خوجان از خانم چخمو صاحبی از عبدالوهاب قادیرov ناحیه اش از خانم لاچی صاحبی از نبی جان نبیov ناحیه دیوشتیچ از خانم پیرامیدا صاحبی از تاجدین پولانov شهر پنجگین از خانم پرواز صاحبی از امراپول آدارپولov شهر استرافشان به میدان سبقت وارد می شود. در مسافه 1400 متر تیار باشید آغاز کنید. دعوت دویمی مسابقه پایگاه سر کنید وقت رفته ایستاده است. دور دویمی مسابقه پایگاه روانبانی از کوه فرزات تاجیکی در مسافه 1400 متر به میدان سبقت از کوه شهر دوشنبه ناحیه اش مکتب چندان شهر خوجان ناحیه باباجان غفورov شهر اصفهان شهر استراشان ناحیه دیوشتیچ و شهر پنجگین وارد گردید. از پای پایگاهی بین از پای فرزات تاجیکی در مسافه 1400 متر از پا با نام دولت، رایلی، گکتور، حریری، سربران، باجوپور، چینگیز، سوتبا، یالتا، فرنگ، چخمok، لاچین، پیرامیدا و پرواز با سوارگی چابک سوارانی با استعداد و اینجا داشتونانov شکرالله خوجا عثمانov منوشیر شرافیدینov ابوبکر آتابکov еркин зуршо азизов алишер ятимов мамаҷон худойбердиев еркин мирзоев муҳаммад қодиров муҳаммад юсуфи тоҷиддин ва нодирхӯҷа ишматов барои муайян намудани беҳтаринҳо таклиш рафта истоданд.
دوستان عزیز پس از چند لحظه غالب دور دوم مسابقه پایگاه رونما بین اسب‌های فرزاد تاجیکی در مسافه 1400 متر معرفی میکنیم. باعث تایید است که در این دور نیز والیبال غالب جای یکم 8000 سامانی، غالب جای دوم 6000 سامانی و غالب جای سیوم صاحب 4000 سامانی میگوید. تاجیک می؟ تاجیک می؟ خاطر رو که جریان دادن Turk mu? Marabar Davi Selim'in müsabıkayı Poygay Ramo. Bani Aspoy Zoti Angilisi Sine Şorsi Sola در مسافه 1800 متر تیار شد. شش alanda indi çıkar mı? Hozir o'tib ketganman ama bir xil ekan. Bu yoshga yana yana ketdi. Davi Selim'in müsabıkayı Poygay Ramo. Bani Aspoy Zoti Angilisi Sine Şorsi Sola در مسافه 1800 متر آماده باشید. Davi Selim'in müsabıkayı Poygay Ramo در مسافه 1800 متر بانی اسب‌های زوتی انگلیسی سینه شورسی سولا آماده باشید. در دور سیوم دوستان عزیز غالب دور دوم مسابقه پایگاه رamo بین اسب‌های فرزاد تاجیکی در مسافه 1400 متر جوی یکم اسب با نام دولت در مدت 1 دقیقه و 38 ثانیه به مرا رسیده غالب دور دوم گردید. جوی دوم را در مدت 1 دقیقه و 45 ثانیه اسب با نام رایلی صاحب گردید. جوی سیوم را در مدت 1 دقیقه و 41 ثانیه اسب با نام ویکتور به دست آورد. جوی یکم اسب با نام دولت صاحب است صبحجان مقصودov، سواره است نینجان تاشپولادov، اسبی ناحیه اش. جوی دوم اسب با نام رایلی صاحب است رستم قاسمov، سواره است شکرالله خوجا عثمانov، اسبی مکتب چوگان شهر خوجند. جوی سیوم اسب با نام گکتور، سواره است منوچهر شراف‌الدینov، صاحب است اسبی خوجگی میر خاوری شهر دوشنبه.
ketmasligi uchun nima qilganman? Chang ketmasligi uchun. اشتراکیان دور سیمی مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های ذات انگلیسی سینه شام 3 ساله در مسافت 1800 متر آماده باشید. وقت رفته ایستاده است، به میدان سبقت درآیید. دوستان عزیز طوری که قید کردیم امروز در میدان سبقت دوستانه پایگاه روان از پای پایگاهی جمهوری کردستان در میدان سبقت قرار دارند. دوستان عزیز والیبال دور دویمی مسابقه پایگاه روان بین اسب‌های خوشزاد تاجیکی در مسافت 1400 متر را بار دیگر تکرار می‌کنیم. جای دویم را در مدت 1 دقیقه و 38 ثانیه اسب با نام دولت صاحب اسب صاحب جان مقصودov اسب ناحیه اشک اشغال نمود. جای دویم را اسب با نام ویکتور اسب میری خبرنگ شهر دوشنبه به دست آورد. جای سوم را 5 ثانیه اسب با نام رایلی اسب رستم قاسمov مکتب چهارم شهر دوجان به دست آورد. اشتراکیان مسابقه پایگاه روان در دور سیوم بین اسب‌های ذات انگلیسی سینه شام 3 ساله در